این خشن‌ترین مدرسه غرب وحشیه. گلنسا از گلپری میخواد مواد تشکیل دهنده صابون گلنار رو نام ببره که گلپری کلیات رو درست میگه اما جزئیات رو اشتباه. پس گلنسا بیشتر و بیشتر به جزئیات گیر میده و گلپری میگه بس کن مادر فکر که گلنسا چوب الف رو میزنه تو سر و کله دختر. حالا گلپری با یه مشت گلنسا رو نقش زمین میکنه و مشت‌های متعدد و نثار صورتش میکنه. معلم و شاگرد پیش مدیر مدرسه میرن. مدیر میپرسه کدومتون اول اون یکی رو سیخ زد. معلم میگه دانش آموز خنگی باید کتک بخوره. گلپری میگه معلممون همش سوسشر میپرسه. بنابراین آق مدیر چماق الف رو در میاره و انقدر میکوبه رو دستای معلم که گلپری میگه گو خورد ولش کن. حالا مدیر میگه تو چرا درست و حسابی درس‌های سوسشر تو نمیخونی؟ و بعد گلپری رو دست به دیوار میکنه و انقدر با چماق الف میکوبه روی باسن دختر که 4 تا باسن براش درست میکنه و حالا خونها رو نگاه کنید که چه جوری از بالا تنه دختر بیچاره به پایین سرازیره چون